نه. ببین. نه میخوام تو اذیت الاف نشی. اذیت. تو تو اذیت نشی. اصلا اذیت نشی. آره. دور از جون. بریم. تو چرا عقبی؟ پاهم گیر میکنه تو هم دیگه. آره. به قایم شو بود. بابا. دوستان عزیزم خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالیم که دوباره با مریم عزیز در خدمتتون هستیم. میخوایم تمرین کنیم، کلی لذت ببریم. مثل همیشه ابزارتون هم کنار دستتون باشه. اگه لازم شد حتما ازش استفاده کنیم. بریم با چند تا دم و بازدممون شروع کنیم. با پشت صاف بشینیم. اگه لازم شد یه دونه آجر بذاریم زیر لگنمون، فشار رو از روی دیافراگممون ورداریم. با پشت صاف، چونمون سمت سینمون نیاد، پشت کمرمون صاف باشه. خیلی آروم شروع کنیم دم و بازدم گرفتن از طریق بینیمون. با هر دم شکممون باد، با بازدم نافمون رو بکشیم داخل. دوباره دم، دوباره بازدم، دم، بازدم، دوباره دم، بازدم. بیاین سعی کنیم یه تساوی بین دم و بازدممون برقرار کنیم. هر چقدر دم گرفتیم همون مقدارم بازدم با شمارش من دم بگیریم. برای 4، 3، 2، 1. بازدم 4، 3، 2، 1. دوباره دم 4، 3، 2، 1. دوباره بازدم 4، 3، 2، 1. نافمون رو کشیدیم داخل، دم بگیریم، شکممون باد. 4، 3، 2، 1. بازدم 4، 3، 2، 1. یه بار دیگه دم 4، 2، 1. برگردیم 4، 3، 2، 1. پشتتون گرد نشه، قوز نکنید، حواستون باشه. کشش صاف. دمتون رو گرفتین. بازدم 4، 3، 2، 1. دوباره دم 4، 3، 2، 1. دوباره بازدم 4. عالی. یه دم عمیق. بازدم عمیق‌تر. یه بار دیگه دم. دوباره بازدم. خیلی آروم چشممون رو باز کنیم. خیلی آروم نگاهمون رو ببریم به سمت راست. هر چی میتونیم آرومتر. عضلات گردنمونه فشار نیاریم. چونمون سمت شونمون نمیاد. برگردیم خیلی آروم به سمت چپ. دوباره سمت راست. برگردیم سمت مقابل. یه بار دیگه سمت راست.
دوباره سمت چپ. عالی. نگاهمون رو به رو باشه. دم بگیریم، دستامون بالا. با بازدم بغل لگن، خیلی آروم، چونه سمت سینه. دوباره دم، نگاهمون بالا. بازدم بغل لگن، چونه سمت سینه. دوباره دم، دستامون بالا، نگاه بالا. بازدم، چونه سمت سینه. عالی. دوباره نگاهمون به سمت راست. این دفعه چونمون رو از نزدیکترین نقطه به سینه میاریم. نگاهمون سمت مقابل. دوباره برمیگردونیم چونه نزدیک سینه. پشت کمرتون گرد نمیشه. خیلی آروم نگاهمون به سمت راست. دوباره چونه به سمت سینه. نگاهمون به سمت چپ. خیلی آروم برمیگردیم رو به رو. دوباره دم، دستامون بالا. بازدم بغل لگن. یه بار دیگه دم، دستامون بالا. بازدم بغل لگن. اگه رو آجر نشستید اذیتید میتونید بردارید، پاتون رو جلو عقب بذارید، رو هم دیگه نندازین. دست راستمون بغل لگن، خمشیم به پهلوی راست. 6 5 4 3 2 1. سمت مقابل. 6 5 4 3 2 1. برمیگردیم به مرکز. دستا روی رون پامون بدون اینکه باسنمون جدا شه از رو زمین. شکم و سینمون رو میکشیم به سمت جلو تا هر جایی که راحت بودیم. 4 3 2 1. دوباره دست راستمون به پهلوی راست، خمشیم به پهلو. 3. سینمون سمت زمین نیفته. میتونید دست چپ و پشت کمر ببرید که شونتون عقب باشه، سینه سمت زمین نیاد. دوباره سمت چپ تا میتونین خودتون رو بکشین روی این شونه ای که رو زمین گذاشتید. وزن نمیندازین، اینجوریش نکنین. 2 1. دوباره دستامون روی رون پا، عمیق‌تر، کشش بیشتر. نگاهتون به سمت پایین باشه. گردنتون تو کمرتون توی یه خط. به گردنمون فشار نمیاریم. 3 2 1. دوباره دم، دستامون بالا. دست چپ بیرون پای راست، پیچش تو کمرمون، وزنمون عقب نیفته، دستمون نرسید به زمین. آجر پشت دستمون، پیچش عمیق داریم از تو پهلومون. از این ور که میپچیم این یکی زانومون رو نذاریم بیاد بالا. 3 2 1. دوباره دم، دستامون بالا. دست راست بیرون پای چپ. 6 5 4 3 2 1. دوباره دم، دستامون بالا، روی رون پامون خودمون رو بکشیم پایین. 6 5 4 3 2 1. عالی. دوباره دم، دستامون بالا. بازدم بغل لگنمون. یه بار دیگه دم، دستامون بالا، سینه سمت راست، پیچش تو پهلومون. 6 5 4 3 2 1. دوباره دم، دستا بالا، سمت مقابل. 6 5 4 3 2 1. دوباره دم، دستا بالا. بازدم میایم روی قلبمون. بچرخیم به سمت راستمون. پای راستمون رو باز کنیم، روی متمون باشیم کامل. پای چپمون اینجا هست. دست راست رو پای راست، خمشیم به پهلومون. دستتون به پاتون نرسید، آجر دارید بذارید بغل پاتون هر جایی که راحت بودید. باسنتون رو زمین بلند نشه، لگنتون بلند نشه، سینه‌تون سمت زمین نمیفته. 4 3 2 1. سینه سمت چپ، دست راست بیرون زانو. باسن مقابل رو بلند نمی کنیم که بخوایم بیفتیم سمت زمین. 6
5 4 3 2 1. یه بار دیگه. 6 5 4 3 2 1. سینه به سمت چپ. 6 5 4 3 2 1. دم بگیریم، دستامون بالا. دوباره دستامون روی رون پامون، عمیق‌تر خودمون رو بکشیم پایین. قدرت لگنمون از تو شکم، پهلو، لگن، عضلات کور خودمون رو نگه داشتیم. 4 3 2 1. خیلی آروم میاییم بالا. با هر دو دست انگشتای پای راست سعی کنیم زانوی چپمون رو زمین نگه داریم. 6 5 4 3 2 1. آروم میاییم بالا. کف پای راست میچسبه به پای چپ. پامون رو بکشیم داخل. سعی کنیم خودمون بریم پایین. 6 5 4 3 2 1. آروم بیاییم بالا. پای چپمون باز میشه سمت چپ. سمت مقابل، دست چپ، پای چپ، دست راست به پهلو. 6 5 4 3 2 1. سینه به سمت راست، دست چپ رو زانوی راست. 6 5 4 3 2 1. دوباره دست چپ. 6 5 4 3 2 1. بپیچیم سمت مقابل. 6 5 4 3 2 1. دوباره دم. دستامون بالا، روی هر دو پامون عمیق خودمون رو بکشیم پایین. 6 5 4 3 2 1. آروم میاییم بالا. کف پای چپ میچسبه به پای راست. با پشتمون صاف نگه داریم. عمیق بریم پایین روی پاهامون تا هر جا که راحت بودیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. آروم بیاییم بالا. هر دو پامون رو باز میکنیم، باز تا هر جا که راحت بودیم. پشت کمرمون رو صاف نگه میداریم. دم میگیریم، دستامون بالا، سینه به سمت چپ. 6 5 4 3 2 1. دست چپ، پای چپ، دست راست بالا. سینمون سمت زمین نمیفته تا هر جا که راحت بودید. هر جا احساس کردید که داره سینتون میفته میتونید دستتون رو برین پشت کمرتون. شونه راستتون دیگه سمت زمین نمیفته. 4 3 2 1. دم میگیریم، دستامون بالا، سینه سمت مقابل. 6 5 4 3 2 1. دست راست، پای راست، خم به پهلو. 6 5 4 3 2 1. دم بگیریم، دستامون بالا، روی رونمون، دوباره با پشت صاف تا هر جا که راحتید میتونید خودتون رو بکشیم پایین، نگه دارید. از تو لگنمون داریم خودمون رو نگه میداریم. 6 5 4 3 2 1. آروم میاییم بالا. دوباره دم، دستامون بالا، بغل پای چپ، سینمون باز. سعی میکنیم با پشت صاف بریم سمت پامون. بازم سخت شد، آجر داریم، از آجرامون 6. پای مقابل از زمین بلند نشه، اونو رو زمین نگه داریم. بریم سمت پای چپمون، پشت صاف. 3 2 1.
دوباره دم، دستامون بالا، سمت مقابل. 6 5 4 3 2 1. آروم دوباره میاییم بالا، دستامون رو بکشیم جلو تا هر جا که راحت بودیم نگه میداریم. 6. ارتفاع آجراتون هم میتونه زیاد باشه، هر جا که راحت بودید، اصلا خودتون اذیت نکنید. 5 4 3 2 1. عالی. میایم بالا، کف پای راستمون زمین، لگنمون رو از زمین بلند میکنیم، اسکانداسانا. میشینیم رو پای راستمون. 6 5 4 3 2 1. میریم بالا، پارازاریتا. کشش پشت پاهامون، پشت کمرمون صاف. هر چقدر که باهاش راحت شدید، با پشت صاف خودتون رو بکشین پایین، پشتتون گرد نمیشه. 5 4 3. من آسونش رو انجام دادم. ببینید مریم پشت صاف، پاهاتون رو زیاد باز نکنین، به اندازه 2 برابر لگنتون باشه، خودتون رو داریم میکشیم پایین. خیلی آروم بشینیم سمت مقابل. اسکاندانا سخت بود، از آجراتون استفاده میکنید به همین شکلی که من دارم استفاده میکنم. میتونید پشت لگنتون بذارید، زانوتون با انگشت پاتون توی یه خط باشه، پای مخالف به سمت بالا. 4 3 2 5 1. دوباره از زور لگن کمک میگیریم، آروم میاییم بالا، پارازاریتا. 6 5 4 3 2 1. دم میگیریم، دستامون بالا، دست چپ رو پای چپ، خمشیم به پهلوی چپ. 6. تا هر جا که راحت بودید میرید پایین، به زانوتون فشار نمیارید، این دسته صرفا تکیهگاهه. 4 3 2 1. دم بگیریم، دستامون بالا، سمت مقابل. 6 5 4 3 2 1. دوباره دم، دستامون بالا، با دست راست مچ پای چپ، خم میشیم پایین، شونه راستمون رو انگار میخوایم برسونیم به زمین، لگنتون رو نچرخونین. اوکی؟ 4 3 2 1. دوباره دم، دستامون بالا، سمت مقابل. 6 5 4 3 2 1. عالی. دوباره دم، دستامون بالا، پشت کمرمون قلاب، عمیق بریم پایین، پارازاریتا. 6 5 4 3 2 1. دستامون داخل پامون، اسکانداسانا. میشینیم داخل پای راست، پشت کمرمون رو صاف میکنیم، باش که راحت بودید، دستاتون روی هم دیگه، وزنتون رو پایین نندازید، هی پشت کمرتون رو صاف کنید. 4 3 2 1. ویراباد 2. دستاتون رو باز کنید اگه باهاش راحت بودید، راحت نبودید از دستاتون کمک میگیرید. کف پای چپ زمین. 6 5 4 3 2 1. دوباره میشینیم داخل پای راست. 6 5 4 3 2 1. بپیچیم سمت پای راست، زانوی پشتی زمین، پای راستمون صاف. آردا هانوماناسانا. 6 5 4 3 2 1.
کف پای راست زمین، دوباره اسکانداسانا. 6 5 4 3 2 1. دوباره میایم بالا، پارازاریتا. عمیق بریم پایین تر. شاید این دفعه بتونیم آرنج رو بذاریم روی آجر یا روی زمین. 6 5 4 3 2 1. اسکانداسانا. میشینیم داخل پای چپ. 6 5 4 3 2 1. میخوایم بریم ویراباد 2. پای پشتی رو به رو، دستاتون باز. ویراباد 2. شکممون رو جلو نمیدیم، باسنمون عقب نمیره، دستامون کشیده، نگاه به سمت دست جلو. 4 3 2 1. اسکانداسانا پای پشت. 6 5 4 3 2 1. آردا هانوماناسانا. اول میپیچیم، زانوی پشت زمین، پای جلو صاف. ارتفاع آجر دست خودمونه، کشش پشت پامون، پشت کمرمون خم نمیشه. به مرور باهاش راحت شدید، ارتفاع رو کم میکنیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. دوباره کف پامون زمین، زانوی پشت، اسکانداسانا. 3 2 1. دوباره بالا، پارازاریتا. آرنجامون رو به زمین نزدیک میکنیم. هی قرار آرنجامون بره زمین تا در نهایت دستامون بین دوتا پا برسه به زمین، سرمون رو به زمین نزدیک کنیم. 6 هیچ عجله‌ای هم نداریم. 4 چقدر طول میکشه 180 بزنیم معلوم نیست. جواب این سوالایی که خدا میدونه. 4 3 2 1. دم میگیریم، دستامون بالا، کامل بیستیم. بازدم روی قلبمون. یه بار دیگه دم، دستامون بالا، سینه سمت چپ. 6 5 4 3 2 1. دست راست بیرونه پای چپ، دست چپ به سمت سقف. 6 5 4 3 2 1. دم میگیریم، دستامون بالا، بازدم، سینه سمت راست. 6 5 4 3 2 1. دست چپ بیرون پای راست، دست راست به سمت سقف. 6 5 4 3 2 1. دوباره دم، دستامون بالا، پشت کمر قلاب، عمیق‌تر میریم پایین، پارازاریتا. 6 هی شونه هامون داره باز میشه تا هر جا که راحت بودیم. 4 3 2 1. دم، دوباره دستامون بالا، بازدم روی قلبمون. یه بار دیگه دم، دستامون بالا، پای چپمون میچرخه به سمت روبرو، دست راستمون میاد زمین، پای پشت 45 درجه، دست چپ به سمت سر. تریکوناسانا، پاریور تا تریکوناسانا. اذیت بودیم، سریع دستمون رو آجر. 6 5 4 3 2
یک، پامون برمیگرده، دم، دستامون بالا، سمت مقابل، 6 5 پای پشتی تو بچرخون، آفرین، 4 3 2 1 دم بگیریم، دستامون بالا، باز دم روی قلب، یه بار دیگه دم، دستامون بالا، آشتا چاندراسانا سمت چپ، 6 5 4 3 2 1 دوباره بالا، سمت راست، 6 5 4 3 2 1 دوباره بالا، دست راست زمین، زانوی پشتی زمین، با دست چپ مچ پای پشت، سینمون باز، لگم پایین، 6 5 4 3 2 1 پای پشتی رها، دوباره پای چپمون صاف، 6 5 4 دوباره آجر داریم دیگه تکراری نگم دیگه، سختتون بود حتما دستتون رو آجر، 3 2 1 کف پای چپ زمین، زانوی پشت بالا، هر دو زانو صاف، 6 نگاهمون به سمت زمینه، به گردنمون فشار، اینجوری بالا رو نگاه نکنید، به گردنتون فشار بیاد، پشت کمرتون صاف، مثل همیشه اول قراره شکممون بچسبه به رون پامون، 4 3 2 1 خیلی عالی، پای پشت میاد جلو، عمیق بریم پایین، اوتاناسانا تا نیمه بالا، آردا اوتاناسانا، دوباره پایین، دستاتون رو بذاریم بغل پاتون، هی خودتون رو فشار بدیم به کف دستا، هی بریم پایین تر، هی کشش پشت پاتون داره بیشتر میشه، 4 3 5 2 بچه مریم قول گرفته خیلی سخت نباشه، سخت نیست دیگه، واقعا دیگه سخته مریم خانم؟ نه، دم تا نیمه بالا، باز دم پایین، پای چپ عقب، لگنمون اول میره پایین، سینمون میچرخه به سمت پامون، دستمون میره عقب، پای پشتی رو خم میکنیم، اگه این دوتا هم اینجا به هم رسیدن میگیریم، اگه نرسیدن اصلا واجب نیست، خیلی راحت بودید با این قضیه، آرنجتون زمین، 6 5 4 3 2 پای پشتی رها، دوباره دستامون بغل پای راست، آردا هانوماناسانا، 6 5 4 3 2 1 کف پامون زمین، زانوی پشت بالا، یه نیم قدم جلو، دوباره پشت کمر صاف، با پشت صاف هی سعی میکنیم خودمون رو بکشیم پایین، تونستیم آرنجامون رو میذاریم زمین یا رو آجر، 6 5 4 3 2 1 پای پشتی جلو، مچ پاهامون رو بگیریم، عمیق خودمون رو بکشیم پایین، انگار پیشونیمون رو میخوایم بزنیم به ساق پامون، هی پایین تر، 6 5 4 3 2 1
عالی. دم تا نیمه بالا، باز دم دوباره پایین، دم عمیق، دستا بالای سر، باز دم روی قلب. عالی. یه بار دیگه دم، دستامون بالا، سینه سمت راست، لگنمون نچرخه، اینجوری نچرخه، این ثابت بمونه از شکم پهلو. 4 3 2 1. دست راست اونو بذاریم بالای لگن، خمشیم عقب، هم پیچش داریم به راست، هم خم به عقب. 4 3 2 1. دوباره دستامون باز، دم سمت مقابل، چشم، 5 4 2 1. دست چپ بالای باسن، بغل مهرهای کمر، هم خمش هم پیچش. 3 2 1. دستامون باز، دم سینه رو به رو، بازدم عمیق بریم پایین، دوباره خودمونو بکشیم پایین، عمیق‌تر. 6 5 4 3 2 1. دم تا نیمه بالا، باز دم دوباره پایین، آروم لگنمونو بذاریم زمین، پامونو صاف کنیم. عالی. استراحت بدید به پاهاتون، آب بخوریم. عرق نکردی دیگه، اینقدر آسون بود. تو با دم و بازدم عرق میکنی. پای راستمون رو 90 درجه باز کنیم سمت راست، دستمون رو مچ پاهامون، سخت شد رو رون پاتون، سخت شد روی آجر، هر وضعیتی که راحت بودید، با پشت صاف ما قراره خودمون رو بکشیم پایین تا به مرور بتونیم که شکم به زمین، سینه به زمین. 6 5 4 3 2 1. دست چپ پای راست، دست راست به سمت بالا، پیچش. 6 5 4 3 2 1. دوباره مچ پاهامون، هر دو پا، سینه و شکم به سمت زمین بمونیم. 6 5 4. یه دم میگیرین، بازدم، شکم تو، هی میریم پایین تر، هی یه فضا ایجاد میکنیم، میتونیم بریم پایین تر. با دست راست پای چپ، دست چپ به سمت بیرون. 6 5 4 3 2 1. دوباره به مرکز، عمیق بریم پایین. 6 5 4 3 2 1. آروم بیاییم بالا، دم و بازدم بگیریم، دستامون بغل گوشمون، آرنج چپ میخوره به زانوی راست یا انگشتای پای راست، آرنج مخالف سمت مخالف. خیلی آروم ضربه نزنید، هدف بیشتر کششه. بریم 5 تا هر جا که رسید، دوباره بالا سمت راست. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالی. بیاییم بالا، پای راستمون رو جمع کنیم سر جاش، یه دم بگیریم، دستامون بالا، عمیق بریم روی پاهامون، خودمون رو بکشیم، نگه داریم. 6 5 4 3
2 1. عالی. آروم بیایم بالا، بریم سمت مقابل، پای چپ، سمت چپ، با دستامون اول مچ پاهامون رو بگیریم، دوباره اگه سخت بود آجر بریم پایین. 6 5 4 3 2 1. دست چپ پای راست، دست راست به سمت بیرون. حالا سخت شد، میتونید رو آجرم بذارید تا هر جا که راحت بودید. دستتون رو میکشین بالا. 6 5 4 3 2 1. دوباره مچ پاهامون. 6 5 4 3 2 1. سمت مقابل، دست راست، پای چپ، دست چپ به سمت بالا. 6 5 4 2 1. دوباره به مرکز، عمیق بریم پایین. 6 5 4 3 2 1. آروم بیایم بالا، پشتمون صاف، دستامون دوباره بغل گوش، 5 بار راست، 5 بار چپ. 1. اگه میخواید یه چیزی برای خودتون داشته باشید یه آجر بذارید، مثلا دستتون رو بزنین به آجر، شاید 2 هفته دیگه تونستین ارتفاع آجرتون رو کم کنین. 2 برو مریم. 4 5 6 7 8 9 10. عالی. آروم بیایم بالا، پای پشتی رو جمع کنیم جلو، دوباره دم، دستامون بالا، بریم پاهامون رو بگیریم. 6 5 4 3 2 1. آروم بیایم بالا، کف پای راستمون رو جمع کنیم داخل لگن، پاشنه پامون رو برسونیم به باسنمون، دست راستمون جلوی پامون باشه، دست چپ به سمت بیرون. آماده سازیه بچه، زانوتون به سمت بیرون باز نشه، زانوتون به سمت سقف. بعدن قراره این دستتون رو از اینجا بیارین پشت کمر قلاب کنین تو هم دیگه. جزو حرکت‌های سخت و پیچیده و مربیگری درجه 7 میخوام بگیرن، اینا رو ازشون امتحان میگیرن. فعلا اینو پیداش کنید تا میتونید. بچه‌ای که سخت بود مریم ببینین عالی. تا میتونین اول اینو نزدیک کنید، این که نزدیک شد دستتون رو بذارین بیرون، به شرط اینکه زانوتون باز نشه. دست چپ به سمت بالا، آماده سازیشه پیداش کنید، تو این وضعیت بمونید، نفس بکشید، راحت شدید، بعد مثل مریم دستتون رو قلاب میکنید تو هم دیگه. 3 2 1. آروم بیایم، عوض کنیم. دوباره دست چپ بیرون. 6 5 4 3 2. هر کی خواست خودشو به چالش بکشه این پیچشو داشته باشید، دستاتون رو قلاب میکنید پشت کمرتون به همین راحتی. 6 5 4 3 2 1. آروم باز میکنیم پیچشمونو، دستامون بالا، عمیق بریم پاهامونو بگیریم. 6 5 4 2 1. آروم بیاییم بالا، بخوابیم دیگه، بس دیگه بخواب.
درازا کشیم به پشت با بندمون. پای راستمون رو بندازیم داخل بندمون. دیگه خوابیدنکی شد. مریم خانم فقط حرکت‌های خوابیدنکی دوست داره. 3 دقیقه آخر بله، سعی میکنیم که پامون رو صاف کنیم. اول زانومون رو صاف میکنیم. اگه راحت بودید مثل مریم یه پاتون رو می‌نازین تو قلاب. اگه سختتون بود مثل من بگیرین، به شرط اینکه 2 دستی بگیرین. یه دستی نگیرین، لگنتون ممکنه چپ و راست بشه. 2 دستی بگیرید، بندتون زیر پنجه پاتون باشه، وسط پاتون کف پاتون هم نندازین. اول زانوتون رو صاف کنین. باهاش که راحت شدید، هی میکشین سمت خودتون، نزدیک و نزدیکترش میکنین. 6 5 4 3 2 بمونیم. 6 5 4 3 2 5. ببینید پاتون داره نرمتر میشه. حالا بنده با دست راست بگیریم، آروم بیاریمش به پهلو تا جایی که برسه به زمین، به شرط اینکه این باسن سمت مقابلمون مقابلمون. میخندی به من؟ الان 4 تا پلان که بریم میفهمی. هی داریم پامونو میکشیم بالاتر، از پهلو راحت بدید، هی بالا و بالاتر. 6 5 4 3 2 خیلی آروم برش میگردونیم بالا. پامون رو عوض میکنیم، همون قوانین، همون مدل دیگه تکرار نمی کنم، حوصلتون سر بره. اول زانو صاف، بعد پا به سمت خودمون. کشش عالی. خیلی آروم با دست چپ پامونو میکشیم سمت چپ، نگه میداریم. پامون رو جمع کنیم بالا، بندمون رو رها کنیم، کف پامون رو بذاریم زمین، با سرمون رو از زمین جدا کنیم. 3 تا بانداگار گارواناسانا نگه میداریم. دوباره با سرمون زمین. یه بار دیگه سعی کنید زانوهاتون حتما روی قوزک پاتون باشه. دوباره با سرمون پایین، دوباره بالا، دوباره پایین،
دستامون رو باز کنیم طرفین، زانوامون سمت راست، سمت چپ، سمت راست، چپ. کمرمون داریم استراحت میدیم. کشش و فشارهایی که داشتیم یواش یواش خارج از بدنمون. عالی. زانوی راست رو بکشیم تو شکم. پای چپمون صاف بمونه. 6 5 4 3 2. زانومون رو بذاریم سمت چپ، نگاهمون سمت راست. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. خیلی آروم، پامون صاف. زانوی چپ تو شکم، پای راست صافه. زانوی راست، زانو میره سمت راست، دست چپمون باز. برگردیم به پشت. هر دو پامون رو بگیریم. هپی بیبی. یه تاب ریزم میتونیم بخوریم، کیف کنیم بر خودمون. زانوها تو شکم. چشماتون رو ببندین. کف پاهامون رو به هم بچسبونیم، زانوامون به طرفین. دستامون رو بکشیم بالای سرمون. بدنمون ریلکس، رها. همچنان لگنمون کشش داریم. دم، بازدم، دم. خیلی آروم، زانوامون تو شکم. بخوابیم به پهلوی راست. چشممون همچنان بسته باشه. با کمک دستامون بیاییم بالا. کف دستامون رو جلوی قلبمون بمالیم به هم. کف دستامون گرم بشه. روی چشمامون انرژی رو به بدنمون منتقل کنیم. روی قلبمون. مرسی از همگی. امیدوارم که لذت برده باشید. ممنون از مریم جان. نماسته. پر انرژی باشین. خسته نباشی. خوبی؟ آسون بود دیگه. فیلم بازی نکن دیگه. کش و قوس اومدی بعد 2 هفته ورزش نکردن.